ببین، اگه مدام توی کارت به مشکل میخوری یا یه کاری رو میخوای انجام بدی، اون کار انجام نمیشه، هر چقدر سختی میکشی، هر چقدر تلاش میکنی، کار به مشکل میخوره، انگار نمیشه که نمیشه، یا آدم اشتباه میاد سر راهت، کارتو میزنه خراب میکنه، به هر حال هر اتفاقی میفته که تو حالت بد میشه، حست بد میشه به زندگی. اگه اینجور شرایط داری، یه ذکر برات آوردم زیر همین پست، می نویسم برات میذارم، برو این ذکر رو اونجوری که من بهت میگم انجامش بده. به امید خدا کم کم که استمرار داشته باشی توی انجام این ذکر، مشکلت حل میشه، کارات رو به راه میشه، میفته رو قلتک، میره جلو. فقط نری یه روز انجام بدی بیای بگی چرا من نتیجه نگرفتم. استمرار داشته باش، برو انجام بده، نتیجه رو میبینی. اگر کسی رو میشناسی که مشکلش میخوای حل بشه، ویدیو رو براش بفرست، مشکل تو هم حل میشه، برو انجامش بده.